سلام قشنگا، خوش اومدید به قسمت اول آموزش اینشات. قراره توی این دوره و کلا توی این قسمت یاد بگیریم که چطوری میتونیم به صورت حرفه‌ای از اینشات استفاده کنیم، چطوری از آیکوناش استفاده کنیم و بتونیم یه ریلز خوشگل و تمیز ادیت کنیم بدون اینکه بخوایم اصلا هزینه بکنیم. بتونیم به یه ادیتور حرفه‌ای تبدیل بشیم. کافیه که همراه با من پیش برید و حتما تمرین کنید. توی این قسمت اول از همه ما میخوایم کار با قسمت ویدیو اینشات رو یاد بگیریم که اصلا ما چطوری میتونیم یه ویدیو رو ادیت بزنیم. قسمت ویدیو رو انتخاب میکنی، از این قسمت نیو هر چند تا ویدیو که دلت میخواد رو وارد میکنی. من الان 3 تا ویدیو رو به این قسمت اضافه کردم. به هر کدوم از این نوارها ما میگیم تایملاین، یعنی الان چیزی که میبینید یک تایملاین هستش. این باز تایملاینه و واسه ویدیوی سوم هم باز ما تایملاین داریم که همه ادیتامون توی این قسمت انجام میشه. مثلا من اولین تایملاینمو انتخاب میکنم و اینجا یه فلشی میبینید، اون انتخاب میکنم، نگهش میدارم و میتونم به این صورت به سمت چپ و راست اونو هدایت کنم و اینطوری تایملاین این ویدیو رو کوتاه‌تر یا بلندتر بکنم. دوباره واسه ویدیوی دومم همینطور، یه فلش داریم اول ویدیو، یه فلش داریم آخر ویدیو که میتونیم از اینا استفاده کنیم واسه ادیتمون و کوتاه و بلند کردن تایم ویدیومون. حالا بریم راجع به ترتیب ویدیوها یاد بگیریم. بچه‌ها هر کدوم از این ویدیوها رو که انتخاب کنید روش نگه دارید، میتونید ببینید که توی این تایملاین ها چند تا ویدیو هستن اضافه شده، چند تا ویدیو هست و حتی میتونید ترتیب این ویدیوها رو عوض کنید. مثلا شما میتونید ویدیو دوم رو بیارین ویدیو اول، ویدیو سوم رو بیارین ویدیو اول. باز هر کدوم از این ویدیوها رو هر جور که میخواین ترتیبشون رو عوض کنین، خیلی راحت. مثلا من میخوام الان ویدیو سوم رو ادیت کنم، رو ویدیو سوم میزنم و حالا تایملاینش میتونه مثلا باز بشه. دوباره اینطوری انتخابش میکنم، تایملاین واسه من باز میشه. مثلا میام سر تایملاین ویدیو اول روش نگه میدارم و تایملاین ویدیو اول واسه من باز میشه. از این قضیه هم واسه جابجایی ویدیوهاتون میتونین استفاده کنین. بریم سراغ این که چطوری میتونیم یک ویدیو رو به چند بخش مختلف تقسیم کنیم. بچه‌ها مثلا من میخوام روی این تیکه از ویدیو یه ادیت خاصی بزنم، میام اینجا یه اسپلیت میزنم. حالا این ویدیو من جدا شده از ویدیوهای دیگه، میتونم روی همین ویدیو هر ادیتی که میخوام بزنم و اصلا ربطی به ویدیوهای کنارش نداره. اسپلیت کردن ویدیو اینجا به درد ما میخوره. یا اصلا من میخوام این قسمت از ویدیو رو دیلیت کنم و اصلا میخوام پاکش کنم از این ویدیو هام، میتونم انتخابش کنم و دیلیتش کنم. اینطوریه که ما میتونیم با استفاده از اسپلیت ویدیو رو به چند بخش تقسیم کنیم، اون بخش رو پاک کنیم یا هر ادیتی که میخوایم واسهشون بزنیم. حالا من میتونم روی این قسمت بزنم که آن دو هستش و اون قسمتی که پاک کردم دوباره برمیگرده. یعنی کار آن دو همینه، وقتی میزنیش دوباره همون کاری که انجام دادی و به حالت قبل برمیگردونه. و این قسمت هم ما باز یه گزینه داریم که این گزینه هست ردو. وقتی ردو رو میزنم دوباره اون ادیتم برمیگرده به حالت قبل از آن دو زدنم. یعنی مثلا من اول اومدم اون ویدیو رو حذف کردم، آن دو رو زدم، ویدیو برگشت، من دوباره ردو رو بزنم ویدیو دوباره حذف میشه. واسه وقتی به درد میخوره که شما یه جای ادیت اشتباه میکنین، میخواین برگردین به قبل، یا مثلا میخواین قبل و بعدی ادیت رو چک کنین که ببینید چطوری شده، یعنی با هم دیگه مقایسهش کنین. بریم سراغ قسمت کراپ که یکی از مهمترین قسمت هاست واقعا، که هر ادیتی 100% ازش استفاده میکنی. بچه‌ها توی گزینه کراپ ما میتونیم به صورت حالا دستی با زوم کردن هر جای از ویدیو رو که میخوایم داشته باشیم رو نگه داریم یا به اصطلاح کاتش کنیم. مثلا من دوست دارم این قسمت رو فقط توی ویدیو داشته باشم، پس همین قسمت رو فقط نگه میدارم و کاتش میکنم. یا اصلا میتونی از تمپلیت های پیش‌فرض استفاده کنی. مثلا ویدیوت رو به صورت 1:1 کات کنی که مناسب سایز اینستا باشه، ویدیوت رو سایز ریلز کات کنی که باز مناسب حالا ویدیوهای ریلزی و استوری باشه، همون سایز 9:16. ویدیوت رو واسه یوتیوب کات کنی و کلی چیزای دیگه. یعنی دست خودته که چقدر بخوای این ویدیو رو کراپ کنی یا اصلا این کار انجام ندی. حالا بریم سراغ این گزینه که توی این گزینه باز یه سری ادیت میتونی انجام بدی. مثلا به این صورت ویدیو رو ادیت کنی، گزینه دومش باز به این صورت، گزینه سومش هم باز به صورت عمودی ویدیو رو ادیت میکنه. حالا ما یه قسمت داریم که اینجاست، وقتی من اینو میزنم ویدیو به حالت اول و ادیت نشده برمیگرده که خیلی عالیه واسه حالا توی مراحل ادیت. شما یه جاهایی ادیتایی میزنی و حالا حال نمی‌کنی باش، بعد
این قسمت رو میزنی که ویدیوت برگرده به حالت اولش. بریم سراغ قسمت کنواس. ما توی قسمت کنواس دقیقاً سایز اون ویدیومون رو میایم انتخاب میکنیم که حالا میخوایم سایز این ویدیو چقدر باشه. آقا میخوایم 1:1 باشه واسه پست اینستا باشه، میخوایم 4:5 باشه، میخوایم 9:16 باشه یا حالا سایزهای دیگه. مثلا من همون سایز استوری رو واسه این ویدیو انتخاب میکنم. میرم توی قسمت زوم. من توی این قسمت زوم به صورت دستی مثلا میتونم ویدیو رو زوم کنم، یعنی میخوام ویدیو به این صورت حالا پست بشه، میتونم جابجاش کنم یا حالا هر کار دیگه ای. میریم قسمت بعدی که قسمت بک‌گراند یا پس زمینه است. مثلا فرض کنید من این ویدیو رو زوم کردم، حالا میخوام یه پس زمینه رنگی واسه ویدیو انتخاب کنم یا یه پس زمینه استتیک انتخاب کنم. همه اینا رو میشه انتخاب کرد، ولی پس زمینه هایی که آیکون تاج بالا سرشون رو نمیتونی انتخاب کنی چون واسه یه برنامه پولی اینشاته. یعنی اگه تو بخوای از اینا استفاده کنی باید اشتراک داشته باشی که میتونی از برنامه سیب اپ این کار رو بکنی و حتی میتونی از این قسمت اول بک‌گراند رو به این حالت تار در بیاری و حالا واسه ویدیو استفاده کنی که من واسه خیلی از ویدیوهام همین کار رو میکنم. مثلا ویدیوهای آموزشی اصلا بک‌گراند انتخاب نمیکنم، خود همین ویدیو رو به این صورت حالت تار انتخاب میکنم. حالا میتونی از این قسمت واسه پس زمینت یه عکس انتخاب کنی از توی گالری. بعد میتونی به صورت شفاف نگهش داری، به صورت محو، یا اینکه میتونی اگه حالا این پس زمینه رو دوست نداری حذفش کنی به راحتی. اینجا دو تا گزینه داریم که میخوام راجعش به توضیح بدم. ببین اگه این تیکر رو بزنی این ادیت فقط واسه همین ویدیوت اعمال میشه، ولی اگه تو بیای 2 تیک بزنی بک‌گراندی که واسه این ویدیو انتخاب کردی واسه 3 تا ویدیوت در واقع انتخاب میشه. یا مثلا من میام این ویدیومو به صورت زوم قرار میدم، حالا این 2 تیک رو میزنم، حالا میام میبینم 2 تا ویدیوی بعدیم هم دقیقاً همینجوری زوم شده. اینم از این قابلیت که میتونه کار ادیتش رو خیلی راحت‌تر بکنه. یعنی تو یه دونه ویدیو رو ادیت میکنی ولی همون ادیت واسه 2 تا ویدیوی بعدیت هم اعمال میشه.